به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. شعله گلخوجه هستم. در روبروی شما عزیزان سلام. در 15 دقیقه امروز 3 ینور این موضوع را خواهیم داشت. نه بومی در بالای سر یافتند و نه پولهایشان را باز پس گرفتند. دهها مشتری طرح منزل دسترس تا به حال سرگردانند. من نمیدونم کی میشه. کی پولی من بعد میگم. داد از دست خودی ها و یا شکایت مهاجران توجیک از پولسیتونی در بازار فودسیتی مسکو از طرف ҳамватанони خود. و در ارمنستان شبکه قочоқи انسان کشف شده. مقامات در جستجوی کودکانی بی نام و نشان شده می باشند. استیلا مادر تو رو میکوبد. من یگان ثانیه خاموش نخواهم بود. من تو رو روزی میابم. صرف نظر از آن که چند سال لازم شد. حتی سرم سفید شود هم میابم. 10 نفر از ساکنان که چند سال پیش به امید صاحب خانه شدند به طرح منزل دسترسی دوشنبه مبلغ داده بودند تا امروز سرگردان و اجاره نشینند. بیشتر از 100 نفر آنها میگویند در نهایت نه خانه را دیدند و نه پولهایشان را. این هم در حالی است که آخر هفته گذشته شهرداری بناهای استقامتی این طرح را که از طرف رهبری نوی آن ساخته شد پورا به استفاده داد. محاکمه مسئولان قبلی طرح منزل دسترس از نیم سال به این طرف ادامه دارد و جبر دیدگان را چنین حالت ناامید و نگران کرده است. سرویناز روح‌الله و شهلای عبدالله در این باره گزارش دارند. دادگاه شهری دوشنبه اعلان حکم نورالله نعیمов رهبری سابق طرح منزل دسترس و 5 همراهی او را تا هفته دیگر به تأخیر گذاشت. اما ماها طول کشیدن مرافعه‌های دادگاهی جبر دیده‌های این قضیه را نگران کرده است. سابق شهرداری دوشنبه با پیاده کردن این طرح میخواست اهل فرهنگ و هنر، آموزگاران و طبیبان و در عموم کارمندان بودجتی با منزل ارزان تامین شوند. سید مراد مردانов هنرمند تئاتر است. 4 سال پیش با آرزوی داشتن منزل از این طرح زمانوی 25% مبلغ خانه را پرداخت کرد. اما در این میان شرکت مفلس و رهبری آن با جرم قلابی بازداشت شد. من نمیدونم کی میشه. کی پولی من بعد میگم. این هنرپیشه توجیک میگوید بر اساس دستور شهرداری سابق باید او 50% مبلغ خانه را میپرداخت و باقی مانده آن برای خدمت‌هایش از جانب حکومت شهر جدا میشد. در شرطنامه همون 50 با 50 را نداشته است. نگذراند. این پول من دادگی هم 75,000 سامانی دلاری که من دادم باید در ساختمان نگذراند است. مثل سید مراد مردانов دهها مشتری دیگر این طرح روز میشمارند تا با اعلان حکم دادگاه رهبری سابق منزل دسترس و همراهانش مبلغ آنها را باز پس گردانند. اما بیشتر از 1 سال طول کشیدن جریان تفتیش و مرافعه‌های دادگاهی باعث ناراضگی مشتریان شده است که نه خانه گرفتند و نه پول. قرار بود امروز دادگاه شهر دوشنبه حکم سابق رهبری ساختمان منزل دسترس و چند همراه او را صادر کند، ولی دادگاه حکم را به تأخیر گذاشت و جبر دیده ها از طول کشیدن مرافعه زیاد ناراضی هستند. حالا قرض نورالله نعیمов در نزد جبر دیده ها و کارخانه واحد دولتی منزل دسترس حدود 27 میلیون سومانی گفته می شود. نسبت او پرونده جنایی برای قلابی باز شده است. ساختمان منزل دسترس در شهر دوشنبه سال 2013 آغاز شده. قرار بود ماه سپتامبر سال 2015 نخستین صاحبان خود را پیدا نماید. تنها با گذشت 6 سال و عوض شدن رهبری آن هفته گذشته این طرح پورا به استفاده داده شد. ولی آنهایی که مبلغشان غیر قانونی از سوی رهبری سابق گرفته و جای رسما ثبت نشده است هنوز بیخانه و پشت در دادگاه حیران ماندند. رهبر ایران به مناسبت کشته شدن قاسم سلیمانی 3 روز ماتم عمومی اعلان کرده است. فرمانده پرقدرت نیروهای قدسی سپاه پاسداران ایران صبح امروز در بغداد به هلاکت رسید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران کشته شدن قاسم سلیمانی از سوی آمریکا را اقدام بسیار خطرناک خواند و گفته است ایالات متحده آمریکا مسئول همه عاقبت‌های این اقدام خواهد بود. جزئیات از کیومرسیاتا. صبح جمعه 3 ینور در حمله در نزدیکی فرودگاه بغداد پایتخت عراق گنرال قاسم سلیمانی فرمانده پرقدرت نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ابو مهدی المهندس معاون گروه نیمه نظامی مسلمانان شیعه مذهبی عراق یا گروه 8 الشعبی کشته شدند. در نتیجه حمله هوایی کمش 8 نفر جان باختند.
وزارت مدافع آمریکا تصدیق کرد که حمله با فرمان پرزیدنت دونالد ترامپ صورت گرفت و هدف آن پیشگیری از حمله های آینده ایران بوده است. به قول پنتاگون، سلیمانی حمله ها به ضد دیپلمات های آمریکایی را طرحریزی نموده مسئول مرگ صدها سرباز آمریکایی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام پنجشنبه و چند ساعت بعد از نشر خبر کشته شدن قاسم سلیمانی در توییتر خود تنها عکس پرچم آمریکا را نشر کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران از طرف آمریکا گفته است انتقام سخت در کار خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود هنگام ستایش از شخصیت قاسم سلیمانی گفته است با رفتن او کار او و راه او متوقف و بستن نخواهد شد. گنرال سلیمانی در تطبیق برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه نقشی مهم داشت. شخص آقای سلیمانی در دوره‌ای که فرمانده نیروی قدس شد اصلا بخش سیاست خارجی سپاه پاسداران رو، بخش شاخه خارجیش رو بسیار فعال کرد و چون ایران در یمن، در بحرین، در عراق، در سوریه، در مسئله اسرائیل، در مسئله فلسطینی‌ها، در لبنان یکی از بازیگرانی هست که با بقیه قدرت منطقه و فرامنطقه در چالش است، من فکر میکنم که کشته شدن آقای سلیمانی ضربه بسیار بسیار بزرگی به جمهوری اسلامی و سپاه قدس وارد خواهد کرد در منطقه. این باعث نخواهد شد که سیاست خاورمیانه ایران تغییر جدی بکنه، ولی وزن آقای سلیمانی طوری بود که به هر حال جمهوری اسلامی باید بپذیره که یک ضربه بزرگ رو دیشب پذیرفته در مورد سپاه پاسداران، در مورد سیاست امنیتیش، در مورد سیاست خارجیش و باید ببینیم واکنش جمهوری اسلامی به این چه خواهد بود. قتل سلیمانی 3 روز پس از حمله اعتراضگران عراقی بر سفارت آمریکا در بغداد به وقوع پیوست. اعتراض در عرفه سال نو و بعد از آن شروع شده بود که نیروهای آمریکا به پایگاه گروه نیمه نظامی کتایب حزب الله حمله هوایی کردند. شما برنامه خبری رادیو озодӣ ро тамошо доред. баъзе аз муҳоҷирони кории тоҷик дар бозори фудсити канори Маскав ба радио озодӣ шикоят карданд ки гурӯҳи иборат аз тақрибан 15 зодаи душанбе ҳар рӯз аз онҳо бесабаб 400 рубли ҳақ меситонанд. муҳоҷирон мегӯянд онҳо дар фудсити ҳамолӣ ва аробакашӣ мекунанд. ҳамкорам Абдулло Ашуров арзи муҳоҷиронро шунид ва бо масъулон дар миён гузошт. ҳоло бошад бо мо дар студия қарор дорад. Абдулло, салом. Хуб, нахост бигӯ, оё ҳувияти раҳбарони ин гурӯҳ ки муҳоҷирон иддао доранд аз онҳо ҳақ меситонанд маълум аст ё не? салом Шаҳло. Ба гуфтаи муҳоҷирон гурӯҳи ҳақситонро Шаҳбоз ва Атохоҷа Нозимовҳо фарзандони овозхони Зиндаёд Зафар Нозимов раҳбарӣ мекунанд ва онҳо зери назорати низомиёни гурӯҳи Витяс буданд. аммо худи Шаҳбоз Нозимов рӯзи 2 январ дар суҳбати телефонӣ ба радио озодӣ гуфт ин гуфтаи муҳоҷирон туҳмат аст ва бофтаи бахилону душманонаш мебошад. рӯзи 2 январ дасти кам 4 муҳоҷири кории тоҷик дар маркази фудсити ба радио озодӣ гуфтанд дар сурати сарпечӣ аз пардохтани ҳақ онҳоро гурӯҳи Витяс 5000 рубл ҷарима мебандад ва дар рӯйхати сиёҳ ворид месозад. як нуктаи аҷибе ки муҳоҷирон таъкид мекунанд ин аст ки ҳақ танҳо аз муҳоҷирони тоҷик ва ё узбек ситонида мешавад, аммо ба коргарони озариву арман ва дигар миллатҳо касе кор надорад. Абдулло, муҳоҷирон дар исботи ин гуфтаҳояшон далеле доранд ва маъмурияти фудсити дар ин бора чӣ мегӯяд? Шаҳло, мусоҳибони радиои озодӣ акси як чекеро фиристоданд ки дар он тамғае ба муҳр монанд гузошта ва дар миёнаш подсобник навишта шудааст. ба таъкиди муҳоҷирон ҳар рӯз онҳо 400 рубл супорида ин чекро мегиранд. касе чунин чек надошта бошад ҷарима ва аз бозор ронда мешавад. дар ҳамин ҳол дар маркази тамоси фудсити ба радио озодӣ гуфтанд касе аз муҳоҷирони кории тоҷик пул намеситонад. аммо коршиносон мегӯянд таҷрибаи ҳақситонӣ аз муҳоҷирони тоҷик танҳо хоси фудсити нест ва дар дигар бозорҳо низ айни чунин ҳолат идома дорад. таксистҳо меспоранд, аробакашҳо меспоранд, дар сохтмонҳо меспоранд. ин як роҳ ки мо шуморо дар кор овардем дохил кардем. ин фақат нисбати тоҷик ва ками нисбати узбек аст. ин ҳаст озор. бо дар мезананд ки вақти моро пас аз Русия баровардан, ҷода аз 3 рӯз дар Русия пул доданд. дуздо аъзои ОПД рафт тамом пули мо зиёд шуд. конкурентера мо буридем.
در سفارت تاجیکستان در شهر مسکو گفتند از مهاجران به این مضمون تاکنون شکایت نگرفتند، اما اگر مهاجران به آنها عرض کنند و گفتهشان ثابت شود برای چاره اندیشی به مقامات حفظ حقوق روسیه مراجعت خواهند کرد. با گفته همصحبتان ما در این مرکز از 3 تا 3.5 هزار تاجیک مشغول کارند. تشکر عبدالله برای صحبت. دیگر چه هم میشود گفت بجز از این دو مصرع: من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چی کرد آن آشنا کرد. حکومت ارمنستان تحقیق یکی ده حادثه‌های فرزندخوانی را آغاز نموده است که به قول هلدانها در یتیمخانه‌ها و شفاخانه‌ها غیر قانونی صورت گرفته است. چندین مادر گزارش دادند که زیر فشار گروه‌های متشکلانه جنایی از فرزندانشان دست کشیدند. اسکندر خوجه میرزاده موضوع را ادامه می‌دهد. این زن سوزان پتوکیان نام داشته 20 سال پیش در سن 16 سالگی در یریوان کودک به دنیا آورد. соли 2000 ман тифли солим таваллуд кардам. маро маҷбур карданд ки аз ӯ даст кашам. онҳо гуфтанд ки саломатиаш мушкил дорад. онҳо ба ман як варақаи холӣ дода маҷбур карданд ки ба таври хаттӣ аз фарзандам даст кашам. به گفته این زن طبیبان تهدید کردند که اگر سرکشی کند درباره پدر 21 ساله کودک به پلیس خبر می‌دهند. وکیل او میگوید قضیه پتوکیان یک بخشی از عملهای بازار سیاه فرزندخوانی غیرقانونی می باشد که سالهای طولانی با اشتراک منصبداران بلندپایه دولتی، شفاخانه ها و یتیمخانه ها در ارمنستان وجود داشته است. مافیای قدرتمند ارمنستان به هر کار قادر است. آنها در اداره های دولتی و به ویژه دادستان کل کشور ارتباط دارند. مافیا ارمنستان را به پرورشگاه کودک برای بازار سیاه تبدیل داد که پدیده دهشتناک است. ماه نوامبر خدمات امنیت ملی ارمنستان ابراز داشت که تفتیش جنایی پرونده های سرشمار فرزندخوانی غیرقانونی کودکان ارمنی از طرف خارجی ها را شروع کرده است. توجه روی قضیه 54 کودک است که در بین سالهای 2016 و 2018 به فرزندی قبول شدند. فرزندخوانی نباید زیر نظر تنها یک اداره صورت بگیرد. در این روند باید حکومت‌های محلی، زایشگاه‌ها، وزارت بهداشت و وزارت شغل اهالی و حفظ اجتماعی، یتیمخانه‌ها و دیگر اداره‌های دخلدار شرکت ورزند و واقعاً از احتمال دور نیست که منصبداران و همه این نهادها در این کار نقش داشتند. در چند هفته اخیر رئیس اداره اکوشری و گینکولوژی ارمنستان و یک عده مقامداران دیگر ارمنی بازداشت شدند. صرف نظر از اتهام و شهادت‌های قاچاق کودکان، حکومت‌های پساشوروی ارمنستان نظام مراقبت سرنوشت کودکان در خارجه به فرزندی قبول شده را راه‌اندازی نکردند. وکیل مدافع سوزان سرکیسیان میگوید نزدیک به 30 زن ارمنی از او خواستند که درباره قضیه‌های چندین سال اخیر برای آنها معلومات پیدا کند. یگانه طلبی آنها این است که درباره کودکانشان معلومات دریافت نماییم. بعضی والدان اصرار می‌ورزند که فرزندانشان زنده هستند. یک زن گفت روزی که از شفاخانه جواب می‌دادند با او گفتند که طفلش در شرایط نامعلوم ففتیده است. زن دیگری اظهار نموده است که توسط جراحی طفل 32 هفته‌ای را تولد کرد. طفلش را در دست دویه دیده بود. ولی بعد با او گفتند که طفلش وفات کرده است. հետագայում ասել են որ երեխատ մահացել է. من طفلم را استلا پتوکیان نام گذاشتم. من در جستجوی هستم. او را در خواب میبینم. استلا مادرت تو را میکوبد. من یگان ثانیه خاموش نخواهم بود. من تو را روزی مییابم. صرف نظر از آن که چند سال لازم شود. حتی سرم سفید شود هم. بسیار گزارش رقت‌آور بود. با تشکر از یکایک شما بینندگان عزیز که تا این ثانیه ها ما رو تماشا کردید. برنامه خبری را برای امروز همینجا انجام میدیم و چون همیشه خبرهای روز را شما میتوانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و گزارش‌های جالب را همیشه در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. همه گونه شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما است. اونجا نیز گزارش‌ها گذاشته میشوند. فراموش نکنید که صبح فردا برای شما خبرهای دیگر نیز پخش می شود. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.